ابن القیم رحمت الله علیه در مدارج السالکین از عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه نقل کردند. انسان وقتی که سخن کسی را در کتابش نقل میکند یا همچون نقل میکند که این سخن برای او پسند آمده است، یا اینکه نقل میکند و رد میزند، ممکن سخن باطل است، این سخن فلانی غلط است گفته رد میزند. اما یک علامه مانند ابن القیم رحمت الله علیه چنین سخن را در کتابشان آوردند و همچون ثنا و همچون معجب به این قول، یعنی این قول برایشان پسند آمده است که نقل کردن سخن عبدالله ابن مبارک. گفتند که نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم. ببینید این سخن عبدالله ابن مبارک است، یعنی ما به کمتر از آداب حاجت بسیار داریم نسبت به علم بسیار. یعنی به جای آنکه علم بسیار را جمع آوری کنیم، کمتر باید آداب جمع کنیم. ما به آداب احتیاج داریم. حتی بعض علما گفتند که علم را مانند نمک و آداب را مانند آرد استفاده بر. یعنی در پختن نام کدام ماده زیاد است، ماده آرد یا ماده نمک؟ البته ماده آرد. گفتن که علم را مانند نمک، آداب را مثل آرد استفاده بر گفتن. و واقعا طالب علم همین گونه تصور کند که به قدر آدابش او علم حاصل می کند و هر چقدر که به قدری که از او آداب نیست علم او هم برداشته می شود و برکه علم از شخص بی آداب برداشته می شود.